سلام، بهناز مرادی هستم. مسابقات لیگ کراسفیت بانوان واد 10 که وزنه برداری هست. بارمون 15 2 تا 10 گذاشتیم. این 10 اینم 10 این برام به همین صورت 10 یه 2.5 گذاشتیم. 2.5 با 60 کیلو شروع میکنیم. اینم به این صورت. بعد دوباره لود میکنیم دیگه حالا وزن همونو. یواش بهتر. یه پرسم رو بودم من چون خودم کسی بیداریم یک و 20 روزی که دوست دارم اومد دیواری دو تا یک و 20 بعد مونده بود گفتش که من اینو بعدا برای فرستم چند دیگه بعد فرستاد آقا اینو مثلا میتونم بیان هر کی نصب کنه من به سرای داره گفتم بگو بیا سرای داره گفتم آقا این من نمیتونم نصب کنم بعد پشت سوراخ بذارم بعد زنگ زدم به چیز بهش پرسیدم گفتم که ببین بعد نصاب خودت بفرستی اینجوری گفت باشه شماره نصاب رو میتونی بالا بگیری با خودت همون دارم مقدسیه دیگه بعد گفت این آخر هفته هم فقط مثل که شمال برمیاد اینجا تهران اومد بعد دیدم که در رو زدم من باشه که اومدم بیرون به من زنگ زد مقدسی گفت من 20 دقیقه دیگه اونجا بعد تو نصب کنم یه جا دیگه میخوام برم اونجا کارم طولانی گفتم بیا اومد بعد نولان هم پیش من رو تو حیاط بود بعد اومد در دادم دیدم 3 نفر اومدن با محشری رو سگش رو مهمونی اومده کنی نیلوفر بعد دیدم با سگش آده گله رو برداشته من نولان رو تازه برده بودم مثلا خودشم اون محیط آشنا نبود هنوز دیدم اومده سگش رو بعد یکی دیگه نمیدونستی که بعد سگش رو آورد خب تو حالا مثلا مقدسی گفته اونجا با آقای نمیدونم بعد دیدم آره اومده بود قبل از این بعد دیگرم از این مغازه اونجا بود اونم اومده بود 3 نفر اومدن از خود مقدسی بعد من میگوشه سگش میره گفتم که از این تو اصلا باید از اجازه میگرفتی سگش رو داریم میره یواش
عجله جمعش نکن. کن فیلمتو. یه بار دیگه میشه تلاش کنی؟ 5 دقیقه و 30. من این 50 رو